ما در صنعت هیکل‌تراشی با ایجادات خود هم اکتور میشیم، هم شاعر میشیم، هم نویسنده میشیم. هر یک اثری ما در خود بسیار مضمون دارد. یک کتاب رو افاده کردنش ممکن. جاده صنعت اولین شده رحمتов Davronjon استودی من هستند. موضوع صنعت مجسمه تراشی رو برای من آموختن. صنعت هیکل‌تراشی همین سنگ و چوب بسیارتر نقص دوست می‌دارد، برای که عصر چی نمی‌شود، نمی‌پوسد، ویران نمی‌شود.